بله. این برنجه رو بذار اونجا. کجا جا؟ اینجا رو کجا سیدی؟ چینی چی؟ دو تا بردیم بالا. دو تا. چطور کی بود؟ من بود. صادق برو از بالا ماهی بگیر. Aman. Kamera
آقا بیا این رو تن خود فهمیده که همچین یه ما راح تصلي شيخ حسن راح اوصل منها ممكن منها هم ممكن هناك فوق Ayşe شادی ارواح گذشتگان از اسلام و قرآن شهدا ذوی الحضور آنان که به گردن ما حق دارند آنان که در راه دفاع از حریم ولایت زحمت کشیدند و اسیر خاکند شادی ارواح همه اونها برآورده شدن حاجتمندان رفع گرفتاری از شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام مخصوصا خداوند ذوالجلال رو قسم می‌دیم و پیغمبر همه ما را از توجهات مولای امام زمان علیه السلام بهره‌مند کند صلوات احسان کند. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفى محمد و علی اهل بیته المعصومین و لعنة الله علی معاندیهم اجمعین الذين اتبعوا اهواءهم وضلوا ضلالا بعيدا وسيصلون سعيرا من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين فأما بعد قال الصادق عليه السلام ثلاثة لا تعرف إلا في ثلاث مماثل الحلم عند الغضب والشجاع إلا عند الهوى ولا أخ إلا عند الهاجم رواق منظر چشم من آشیانه توست کرم نما فرود آقا امام زمان که خانه خانه توست ندادم به کسی نقد جان به جز مهرت آقا جانم در خزانه به مهر تو و نشانه تویست نشانه تویست فاغفر لنا الکیل آقا جانم ارباب جانم روزهای آخر ماه مبارک رمضان سفره احسان ذوالجلالی برای همه بندگانش باز بود
ما ادعامون اینه از یک توجه خاصی بهره‌مندیم سر سفره حجت ابن‌الحسنیم. آقا جان قسمت میدم به آبروی مادرت زهرا فاوف لنا الکیل گدایم بندرت ای یار زهرا منان تو از درت غم خار زهرا اگرچه قبر مادر مخفی هستش آقا جون ولی ماران ما زوار زهرا ارباب جانم آقا جانم. خداوند ذوالجلال به بعضی‌ها خیلی نعمت‌ها داده، مخصوصاً بعضی‌ها مانند نعمت زیبایی، مانند نعمت شجاعت، مانند نعمت حافظه که شجاعت امیرالمؤمنین فرمود السخاء و الشجاعه غرائز شریفه یزه الله فی قلب من احب. سخاوت و شجاعت یک غریزه شریفه است خدا در دل کسی که دوست می‌داره قرار داده. میگن در اسلام شجاعت چند که از زبون زد عام خاص. اول شجاعت شخصیت ممتاز خلقت اشرف من فی الوجود وجود مقدس پیغمبر اکرم. دوم فرمودن شجاعت حضرت حمزه سید الشهدا. امام باقر فرمود در قوام عرش نوشتن حمزه اسدالله است و اسد رسول الله. سوم شجاعت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب. خودش میفرماید والله لو تظاهرت العرب به خدا قسم اگر همه اینها بیان لقتالی ما ولیت عنها هرگز به اونها پشت نمی کنم. اما یه روز نمیدونم این وقتی دختر پیغمبر چه مصیبت ها دید نمیدونم، مخصوصا اون لحظه ای که وقتی بیبی تو کوچه چه ها چشیده بود وارد محضر امیرالمؤمنین شد. میگه تو این همه زندگانی یه بار آقا را این چنین صدا نزده بود. صدا زد مشتمت تشملت الجنین یبن ابی طالب مظلوم عالم علی علی علی. فرمودن یکی هم سید الشهداست خیلی شجاعت داره نمیخوام توصیفش کنم، فقط همین بسه که میخوایم آقامون اربابمون ولی نعمتمون رو تعریف کنیم. میگیم السلام علی صاحب الدعوت النبویه و السولة الحیدریه و العصمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و الشجاعت الحسینیه. یکی از اونها که خیلی شجاعت میگن قمر بنی هاشم ابوالفضل العباسی. به دریا پانهاد برون شد تشنه لب جوان مردی نگر همت ببین غیرت تماشا کن. نمیرم برات آجان ارباب جان. آقا فرمود اشجع الناس من غلب هوا. شجاعترین کس اونی که بر هوای نفسش غلبه کنه به جز خدا کسی رو نبینه. آقا میگن وارد آب شد دستان رو پود کرد بیاره کنار لبش و ذکر ازش الحسین الزلال. آی غریب آقای
الجزار في جبينه وانبكت الجبال من حنينه وكيف وهو صاحب الواهين مگه میشه آدم علم دارش ببینه طاقت بیاره مگه میشه آدم آبابر بچه‌هاش ببینه طاقت بیاره باز دلش آرام نگیره یه مرتبه نگاه کرد به پیشر عباس و قال صدا زد برادر الان انکسر زهری و قلت حیلتی امام حسین با کسی تعارف نداره نمیدونم با چه حالی اومد به خیمه ها میگن وقتی اومد روی تل زینبیه سکینه دوون اومد جلو بابا چرا همون نیومد اینجا دو جمله به زبان آذری بگم زحمتم تمام dedi baba yarası tuğdu daşlı beraber getireydi koymaydın onu ekber kimi lağal ebada getireydi ah baba sağlar harem sonrası servara ne geldim kurban olup bu kan nelerdi bes haremdara ne geldim baba چرامون نیومد یه مرتبه اینجا بود امام حسین خودش خبر شهادت برادر را بود ازم تمام آقا اومد و خیمه که خیمت العباس بود یه نگاهی به خیمه کرد یه نگاهی به بچه بعضی ها نوشتن ستون خیمه رو جزیرای برجادگی خیمه صاحب نداره بعضی ها میگن تناب خیمه رو برید همه اینا را اهل حرم تحمل کردن اما میگن هیچ کدوم از خیمه ها بیرون ندویدن از ظلیم آه من امت قتلت ابن بنت نبیها آه همه از خیمه ها بیرون نمیدن ولی سالار زینب را ندیدن تو زیارت ناحیه مقدسم میفرماید و برزن من الخدود همه از خیمه ها بیرون نمیدن و رأینم فرسلک اسم تو را دیدن و سرد جهنم ملویا محمد باکیا آی مردم دیگه پسر پیغمبر رو کشتن اینجا بود که دختر امیرالمومنین از همه جلوتر میاد روی تن زینبیه او میدوید و من میدویدم علما سرورانم او میدوید و من میدویدم یا زهرا او سوی مقتل من سوی قاتل یا زهرا او میبرید و من میبریدم به جمیانه او از حسین سر من از حسین دل ای غریب حسین صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوة اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء رفع گرفتاری همه در فلت مولایمون امام زمان علیه السلام است اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تمام وتمتعه في
معظم بجاه محمد وآله و بالفاتحة مع السلام. Virüs.